نمیخوام که مرد با تفسیرات برای اینکه هر یک زن باید که مستقلانه فکر خودش کنه لباس پوشه و فکر من همین است. هر یک دولت یعنی فرهنگ مرام زبان خود دارد و همچنین با دیگران یا که با خواهران و اپا و دادر خود توصیه میدیم که بیشتر از فرهنگ ملی خود، از زبان ملی خود و از لباس ملی که در تاجیکستان عزیز ما پیشکش کرده است از آنها بیشتر استفاده کنند. خیلی شوهر چیزی که گفت با گپی شوهر با خواهش شوهر باید لباس پوشید. هیچ کس حقوق ندارد که درباره لباس پوشی زنها و دخترها جوانها عموما فکرهای هر خیلی ضد عقیده خود همانها گوید. من خودم مثلا طرفدار آزادی، طرفدار اونی که زنای ما به همون هم طبیعتاً بسیار زیبا می باشند، از قوش و از چشم و از موی و کدام طرفشون طبیعتاً زیبا کرده باشه همون طرف مثلا نمایش دهند خیلی می ارزد، برای که تاجیکستان خودش زیبا، شهرمون زیبا، آدماش هم باید زیبا باشد. همین دخترها تا شوهر کردن آزاد کردن، بعد شوهر کردن شوهرشون چی که میگون همونا لباس پوشه، هم خیلی لباس و گپ شوهر کردن و زندگیشون هم خوب میشه. دختری ما خیلی وای میکنه و شوش وای ده میخواد صدر اجازه دادگی نه که هر رنگه همه چی خیلی کرته کنه به همون کرتش همون خیلی رومول میبنده همون خیلی مثال وای میکنه خیلی شوش میگه که خیلی بند تو چند دقیقه من بود خیلی میگه که شو کار من دیگه چی گفته نمیتونم وایده شوش ها کار میکنم. قسم زیادی مردم ما مخصوصا مردم های زیادی که در همین دوره وای در همین دوره های ناخوشی به شهر دوشنبه آمدن آنها حالا از جهتی از فرهنگ شهر و شهرداری درست خبردار نیستند، درست برخوردار نیستند و آنها قسم زیادشان از سواد و دانش و فهمش و ارزش های امروزی عمومی جهانی انسانی دور هستند و آنها حتی در زیر خود دینی تاثیر دینی در زیر تاثیر خرافات ماندگی هستند و این خرافات ها در بین اهل عالی آنها خیلی پیشرفتگی است. زیباتر میخوان با اجازه هم نه تو میگردن